گفته آقای جناب باسمی، آقای خضری و همفکرانش مدام فدرالیسم یا عدم تمرکز را مساوی با تجزیه معرفی میکنند، اما تجربه 100 سال اخیر نشان داده که دقیقا همین مرکزگرایی افراطی و سرکوب هویت‌ها باعث تولید قهر و نفرت شده است. نظر شما چیست؟ منم 100% با شما هم نظرم. از انقلاب مشروطه به بعد دیگه که سعی کردیم یک کمی با هم باشیم، همه دیده بشن، ولی یک قومی شد، یک مذهبی شد، یک فرهنگی شد، یک زبانی شد و این شد تهران گریزی و این شد توسعه نامتوازن و این شد جنگ‌های داخلی و این شد فرار مغزها و این شد تخریب محیط زیست و این شد فرعونیسم. دقیقاً با شما موافقم. بعد فرمودید آیا امنیت ایران با ادامه دادن به این سیستم تک صدایی تأمین می شود یا به رسمیت شناختن حق مدیریت ملت‌ها بر مناطق خودشون؟ به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت برای این گروه های مردمی. حالا اسمش بذار قوم، ملت و هرچند در پشت هر واژه‌ای یک دو مفاهیم عقیدتی و سیاسی خوابیده. ولی تا ما روزگاری، خیلی ساده بگم خدمتتون، تا روزگاری ما نتونیم به هم اعتراف کنیم آقا جان بلوچی، کردی، عربی، فارسی، ترکمنی، ترکی، گیلکی، لوری، ارزم به حضور شما مازنی، هر چی که هستی، شیعه هستی، سنی هستی، مسیحی هستی، تو به این جغرافیا متعلقی، تا همه حقوقشون در ابعاد مختلف خودش رعایت نشه، ما در دوران سیاه استبداد، فقر و بدبختی قرار خواهیم گرفت. خب شما فرمودید چرا مرکزگرایان از مدل‌های موفق جهانی مثل آلمان یا سوئیس میترسن؟ خب میترسن که این حالا به اسم قوم یا مذهبی که حکومت میکنن، میترسن که منافعشون از دست بره و میترسن که چون خب طلاهای بلوچستان نباید در بلوچستان مصرف بشه، بعد بره به جیب آقایون و برن این بتخانه های مثلا عراق رو درست کنن که به مزارهای نمیدونم آرامگاه های امامان اهل بیت منسب میکنن. عرضم به حضور شما حتی آبهای کردستان بعد به جای دیگری بره و اونجا هم بدبختانه نتونستن توسعه پیدا کنن و کردستان مثلا دریاچه ارومیه خشک بشه، مثلا مردم کردستان کولبر بشن. میخوان این منافع رو، این یک نوع استعمار نوینه، اینا میخوان با این مدلی که کار میکنن هیمنه خودشون رو حالا به عنوان گروه مردمی، مذهبی، هر چه که باشه ادامه پیدا کنه، ولی این قربانیش میشه کل ایران، میشه تهران گریزی، میشه نفرت و کینه میان این گروه های مردمی و جنگ و دیگه فروپاشی جغرافیایی.